کاشکی زودتر از اینا از من دعوت می‌کرد. من اگه اونجا بودم از اون گروه میومد بالا. اگه شما بودی، من بودم اینقدر به خودم اطمینان داشتم که ایرانو میبردم بالا. دیگه مثل من نمیاد. تو چیزی که تو وجود من بود، من الان فوتبال الان نگاه کنم، حتی فوتبال اروپایی خیلی فکر نکنم دیگه بیاد همچین کسی. شما دیگه من توی یه بازی شاید بالای 14 15 نفر دیر دادم. حالا میگی چطور 14 15 نفر؟ 14 15 چجوری؟ خب همین میخوام بهتون بگم. مسی الان 14 15 نفر دیر نمیزنه. بذار من براش بگم. من توپ گرفتم. همه اینا رو دریبل زدم. دروازه‌بانشون هم دریبل زدم. حالا اونایی که دریبل می‌خوردن بازم میومدن دریبل می‌خوردن. حواسه، ولی من این کار به دریبل زدن و تکنیک و اینا ندارم. من بعد از دریبل زدنم پاس سالم میدادم. این 14 15 تا رو شما تو یه صحنه فکر می‌کنم چجوری شما همه رو دریبل کنید، دوباره دور بزنید، دوباره